سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من آرامم و اینجا میخوام براتون از دنیای پر رمز و راز گوهرسنگ‌ها بگم. توی این ویدیو میخوام راجع به سنگ توپاز براتون صحبت کنم. اول از همه با هم یه نگاهی به تاریخچه این سنگ داشته باشیم. توپازیوس اسم یک جزیره افسانه‌ای تو دریای سرخه که میگن رومیان باستان خیلی سال پیش برای اولین بار سنگ توپاز رو توی یکی از معادن اون جزیره کشف کردن. برای همینم اسم این سنگو توپاز گذاشتن. توپاز رو اغلب با رنگ آبی میشناسن، ولی باید بگم که این سنگ طیف رنگی خیلی گسترده‌ای داره. ولی خب رنگ آبیش همچنان محبوبتر و پرفروشتر و بیشتر از همه استفاده میشه. بزرگترین توپاز آبی هم که تو جهان وجود داره یه چیزی حدود 9380 قیرات وزنشه و الان هم توی موزه تاریخ طبیعی لندن داره نگهداری میشه. در ادامه میخوام راجع به افسانه هایی که در رابطه با سنگ توپاز گفته شده براتون بگم. مصریان باستان معتقد بودند که سنگ توپاز زرد هدیه‌ای از طرف خدای خورشید برای اونهاست و دارای قدرت‌های جادویی خاص و ماوراییه. هندیان باستان از توپاز به عنوان گوهر خوشبختی و موفقیت یاد می‌کردند. اونا معتقد بودند که توپاز عمر رو طولانی و زندگی رو پربار می‌کنه. یه عده‌شون هم از این سنگ برای درمان عریون و لوفولیده استفاده می‌کنه. میگن توی قرون وسطا اگه یه فرد ناشناسی شراب به پادشاه تعارف میکرد، پادشاه توپازش رو در می‌آورد و اون رو توی شراب مینداخت تا ببینه آیا شراب مسموم هست یا نه. تو همون دوران یک عده از مردم 3 شبانه روز توپاز رو تو شراب میخیسوندن و بعد اون رو روی چشمشون قرار میدادن. معتقد بودن برای تسکین دردها بسیار مفیده. البته این الان آبالداری است. خیلی هم شیرین. این افسانه ها نشون دهنده جایگاه پر رمز و راز توپاز در بین فرهنگ‌های مختلف هستند. در فرهنگ‌های مختلف توپاز رو نماد صلح و شفا، سمبل وقار و ابهت و نشانه شادی و موفقیت می‌دونستند. رنگ زرد اون رو نشانه ثروت و برکت و رنگ آبیش رو نماد آرامش و صلح می‌دونستن. یه انگشتر توپاز خیلی جذاب توی دست پرنسس دایانا دیده شده بود که چند سال پیش هم توی چند تا مراسم مگان از اون استفاده کرد. فکر میکنم در حال حاضر یا دست مگانه یا توی خزانه جواهرات سلطنتی انگلیس. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. ازتون میخوام تا با لایک و سابسکرایب و کامنتاتون از من حمایت کنین تا با انرژی بیشتر قسمت‌های بعدی رو براتون بسازم.